اشتباه شماری از فیسبوک نشینان پس از قرعه کشی جام جهانی در ارسال پیام‌های نه چندان پسندیده در فضای مجازی برای فوتبالیست مطرح آرژانتینی موجی از انتقادها و بعضاً سوء استفاده‌های رسانه‌ای رو به دنبال داشت. برای اون دسته از مردم دنیا که آشنایی با فرهنگ و منش ایرانی ندارن، دیدن این گزارش که قطره‌ای از دریاست خالی از لطف نیست. از قدیم گفتن ایرانی‌ها خیلی مهمون نوازن. اینم از مهمونای آلمانی ما و حال و هوای امروزشون. این خانواده آلمانی کیف پول و مدارکشون رو توی کرج گم کردن و مردم طوری باهاشون رفتار کردن که خیلی اومدن به ما پیشنهاد کمک، همدردی و حالا به هر شکل کمک و اینا رو به ما پیشنهاد دادن. من متوجه شدم که همه دارن تمام تلاششون رو میکنن که مدارک رو پیدا بکنن و ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم. ما هدف اصلی سفر این بود که بریم پاکستان و هند، ولی با این اتفاقات انقدر شگفت زده شدن که دیگه میگن بقیه سفر حالا میخوایم کنسل کنیم، میخوایم تو ایران بمونیم تمام مدت. این هم یه گوشه از رفتار ایرانی‌ها با مهموناشون بعد از پیدا کردن مدارکشون به دست پلیس.